بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه وتعالى یک شبهه دیگری این طائفه گمراه گشته مدخلی ها را به شما کشف می نماییم. زیرا این طائفه گمراه گشته مردم را به واسطه همین شبهه ها گمراه می کنند و ما وظیفه دار هستیم که هر یک شبهه اونها را کشف بکنیم و این منهج اهل سنت و الجماعت است. حتی علما کتاب های کشف شبهات نوشتند، به مانند شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله کتاب کشف شبهات نوشتند و دیگر علمای زیاد کشف شبهات، یعنی کشف کردن شبهات اهل بدعت را نوشته و شبهه های اونها را کشف نمودند، بیان کردند. زیرا هر یک طائفه گمراه گشته به خودش یک حیله و نیرنگ و مکر و فریب دارد. خیلی که طائفه های مدخلی دارند و به خصوص این تاجیک های گمراه گشته که مدخلی های تاجیک است، اینها یک حد و حدود انسانگری، حد و حدود بگویم شرم و حیا، آداب، یک دایره معین ندارند. اینها به خاطر پیش بردن عقیده باطلی که مخالف قرآن و سنت است به همه کار دست میزنند. بله، محمد شریف این زندیق و برادرش محمد طاهری زندیق و این جماعت گمراه گشته ها طاغوت پرستان میگویند که کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید و به شرک اکبر واقع شود، یعنی شرک اکبر را انجام بدهد، یعنی سجده به قبر کند، طواف قبر کند، ذبح به قبر بکند، ما این انسان را تکفیر معین نمی کنیم، اول حجت می رسانیم. یعنی این انسان مسلمان است، جاهل است، مسلمان است، زیرا که جهل عذر است و به خودشان حجت می آورند و بزرگترین حجت اونها، عمده، یکی از ستون حجت اونها، از همه سخت‌ترینش بگویم، بعد از اون دو سه حجت هایی که ما بیان کردیم کشف شبهات اونها را، این حجت ابو وقد اللیثی هست. اللیثی، بله، حدیثی صحیح هست. امام ترمذی در سننشون در کتاب فتن ذکر میکنند و حکم میکنند که حدیث حسن و صحیح هست، یعنی حجت گرفته میشود و احمد در مسندشون روایت میکنند و البانی هم این حدیث رو صحیح کردند. حدیث رو میبینیم که از این حدیث مدخلی ها چگونه میفهمند. حدیث این است: عن ابي وقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. سوره اعراف. در دوامش پیامبر گفتند لترکبن سنن من کان قبلکم. این حدیث رو خیلی گفتیم، امام ترمذی روایت کرده و حسن الصحیح و احمد در مسندشون روایت کردند و البانی صحیح کردند. حدیث صحیح است.
معنای حدیث چی است؟ ابو وقد لیثی میگد که با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خارج شدیم، یعنی از مکه به طرف حنین. یعنی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 9 هجری مکه رو فتح کردند، بعد از یک وقت معین از مکه به حنین برای گرفتن حنین، برای فتح کردن حنین رفتن. حنین یک شهری که منطقه‌ای که از مکه 80 کیلومتر دورتر است. از مکه بر آمدند به طرف حنین. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به طرف حنین بر آمدند، همه صحابگان همراهشان بودند. صحابگانی که از مدینه آمده بودند، اسلامشان قوی بود، و صحابگانی که نو به اسلام داخل شده بودند. یعنی که وقتی که پیامبر مکه رو فتح کردند، بسیار انسان‌هایی که در اینجا مشرک بود به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند، مسلمان شدند، صحابه شدند، پیامبر رو دیدند و ایمان آوردند، اقرار و تصدیق کردند، صحابه شدند. پس دو طایفه بودند، طایفه که از مدینه آمده بودند و صحابگانی که از خود مکه نو مسلمان شده بودند. خیلی که دوام حدیث این رو میفهمند. همه این صحابگان بر آمدند به طرف حنین، از مکه بر آمدند تا که حنین رو فتح کنند. ابو وقد لیثی میگن که و نحن حدثاء عهد بکفر. حدثاء عهد بکفر یعنی ما نو از کفر برآمده بودیم، یعنی نو از کفر به اسلام داخل شده بودیم. یعنی مسلمان های نو، مسلمان هایی که عهد کفرشون قریب بود، یعنی نو کفر رو ترک کرده بودند، از کفر نو خلاص شده بودند و به اسلام داخل شده بودند. در دوامش میگن ولی المشرکین سدرة یعکفون عندها. مشرک ها یک درخت داشتند که در زیر همون درخت جمع میشدند، می نشستند و ینوطون بها اسلحتهم، و سلاح‌هایشان را، سلاح یعنی شمشیر، بگویم کمان و دیگر نمود سلاح‌های خود را به همین درختشان آویزان میکردند. به خاطر چی؟ به خاطر این که همین درخت را عبادت میکردند و اعتقاد داشتند، مشرکین اعتقاد داشتند که این درخت به ذات خودش، همین درخت ذات خودش، یعنی خودی همین درخت به اینها قدرت و توانایی میبخشد. مشرکا در زمان جاهلیت همچنین اعتقاد داشتند که بعضی از درختها خودی همین درخت به انسان قدرت میبخشد و به انسان برکه میبخشد و به سلاح، به این سلاح‌هایی که انسان دارد از نیزه و بگویم کمان و شمشیر و اینها برکه میدهد. و نام این درختشان ذات و انواط بود. نام این درخت ذات و انواط بود. شیخ بگویم ابو وقد لیثی رضی الله عنه میگن که فمررنا بالسدرة، از نزد همین درخت گذشتیم، از نزد یک درخت گذشتیم. فقلنا، و گفتیم بکی به رسول الله، گفتیم یا رسول الله، ای رسول الله، اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط. ای رسول الله، با ما یک ذات و انواط قرار بده چگونه که مشرکین ذات و انواط دارند. یعنی که صحابگان این درختی که مشرکین عبادت میکردند در جاهلیت این رو قبول نکردند، یعنی میدونستند که این شرک اکبر است که از خودی درخت طلبی برکت بکنید. اما از رسول الله اجازت پرسیدند و رسول الله که صاحب شریعت هستند، در زمانشون رسول الله صلی الله علیه و آله یک چیز رو اگر اجازت بدهند جایز، یا اجازت ندهند جایز نمیشد. صحابگان طلب اجازت پرسیدند و از رسول الله گفتند که با ما هم یک درخت قرار بده، اجازت بده یک درختی رو که چیکار کنیم؟ ما هم سلاح‌های خود را آویزان کنیم. اما صحابگان از خود درخت طلبی برکت نکردند. فرق صحابگان و فرق مشرکین چی بود؟ مشرکا خود درخت برکه میدهد و قوه میدهد،
و قدرت میدهد میگفتند. اما صحابگان اعتقاد داشتند که گویا خودی الله سبحانه و تعالی قوت دهنده است، لیکن پیامبر به ما یک درخت رو سبب گذار کند که یک درختی سبب شونده به سبب همین درخت یک برکتی به ما بیاد از جانب الله. همچنین سوال کردند که به ما هم یک درخت رو قرار دهید، چه که مشرکین اون درخت دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابگان جواب دادند و گفتند که الله اکبر، الله بزرگ است. اینها سنن، این همین سنتی هست که قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنی اسرائیل، قسم به آن ذاتی که نفس من در دست اوست، شما عیناً همون سخنی را گفتید که بنو اسرائیل به موسی گفته بود. همون قوم موسی علیه السلام هم بعد از اینکه از شکنجه فرعون، از دست فرعون، از ظلم فرعون خلاص میشوند، از دریای نیل میگذرند، به حضرت موسی میگویند که اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون، به ما یک اله قرار بده چگونه که اونها اله دارند. و موسی گفتند که همونو که البته شما قوم جاهلان هستید. و پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که لترکبون سنن من کان قبلکم، حتما شما پیروی میکنید به سنن، همون راه و روش و منهجی که پیش از خودتون از امتهای گذشته است. انا همین حدیث است، حدیث صحیح است. مدخلی ها چی میگویند، صوفی ها چی میگویند و اهل سنت و الجماعت چی میگویند؟ در بالای این حدیث دو یا بگیم سه فهم وجود دارد. فهم صوفی های قبوری. صوفی های قبوری مشرکین، کسایی که شرک رو انجام میدهند، رافضه ها، صوفی های قبوری و غیره و طاغوت پرست ها، میگویند که عبادت کردن، این بگیم طلب تبرک کردن، این شرک نیست و این عبادت نیست. خیلی که قوم حضرت موسی کافر نشدند، این صحابگان کافر نشدند، پس طلب تبرک کردن از یک درخت یا مزار یا در یا یک قبر جایز است میگد. این سخنی کی است؟ سخنی صوفی های قبوری است. صوفی های قبوری هم انا همین حدیث را حجت میگیرد برای تبرک کردن غیر مشروع، تبرک های شرکیش. البته که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کشف شبهات، در کتاب کشف شبهاتشون رد میزنند به صوفی های قبوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت ندادند تبرک رو به صحابگان. اگر صحابگان پیامبر رو گوش نمیکردند و این عمل رو انجام میدادند، به شرک واقع میشدند. و این چنین قوم حضرت موسی کافر نشدند، برای اون که نکردند، جاهل بودند، پرسیدند، فقط سوال کردند اما نکردند. اما اگر انجام میدادند ولو فعلوا لکفروا، اگر همون عمل رو انجام میدادند کافر میشدند. پس ای صوفی های قبوری، شما اگر یک قبری رو، یک چیزی دیگری رو تبرک بگیرید و گویید که خودی همین چیز به شما برکه میدهد به ذاتش، پس این شرک اکبر است. به شرک اکبر واقع میشید، مشرک میشید. اما اگر بگویید که الله خودش همه نفع را، فایده را میرساند و همه ضرر را میرساند، لیکن این چیزها یک سبب هست بگویید، قبر یک سبب است یا یک چیزی دیگر سبب است بگویید، این شرک اصغر است. پس این رد به صوفی قبوری است. من باب فرصت ما به صوفی ها هم در اینجا رد زدیم، اما مقصد اساسی ما مدخلی است. انا کنون مدخلی ها چی میگه؟ محمد شریف و برادرش و این جهمیات و زندیقا چی میگه؟ اینها میگه که صحابگان رضی الله عنهم به شرک واقع شدند. انا همین صحابگانی که با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به حنین برای جهاد می رفتند، برای فتح، برای جهاد رفته ایستاده بودند. در نصف راه این صحابگان سبحان الله شرک را اراده کردند، شرک را خواستند. اراده کردن شرک است، یعنی به شرک واقع شدند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم این صحابگان را تکفیر نکرد، اینها را کافر نگفت و به جهل عذرشان داد. یعنی این صحابگان که نو به اسلام داخل شده بودند و بسیار چیزها را نمیفهمیدند و جاهل بودند،
به شرک اکبر واقع شوند هم پیامبر به اینها عذر داد، اینها رو کافر نگفتند. از همین جهت مدخلی ها میگوید که هر مسلمانی که بگوییم هر مسلمانی که به شرک اکبر واقع شود او را ما مشرک یا کافر گفته نمیتوانیم. قیاس به همین میکنند و همین حجتشان است. و البته میگیم که نامعقول کرده ای جهلا، ای طاغوت پرستا، این فهمتون فهمی همون جهم ابن صفوان، فهمی همون جاحظ، فهمی همین صوفی قبوری است. و به خاطر دفاع از مشرکین شده شما ببینید صحابگان رو میگید که به شرک اکبر واقع شدند. والله از همین جهت است که علما گفتند که هر یک اهل بدعت وقتی که نظر میکنید آخر بدعتش طعنه به رسول الله و به صحابگان رسول الله است. وقتی که به عقیده مدخلی ها نظر میکنید، بخصوص این زندیق محمد شریف و برادرش محمد طاهر، این زندیق های طاغوت پرست، هر دفعه طعنه به صحابه میزند. گویا که معاذ ابن جبل مشرک شدند، به شرک واقع مشرک نشدند، شرک اکبر را انجام دادند، اما پیامبر عذر دادند و تکفیر نکردند. گویا که این چقدر صحابگان یک طایفه بزرگ به شرک اکبر واقع شدند، شرک را انجام دادند، اما رسول الله عذر دادند، تکفیرشان نکردند. یعنی ببینید صحابگان رو به شرک واقع شدند و ما عقیده داریم که یگان نفر از این صحابگان به شرک واقع نشدند. از همین حدیث ابو وقد لیثی، این صحابگانی که از رسول الله صلی الله علیه و طلب کردند یک درختی رو، به شرک اکبر واقع نشدند و پیامبر عذر هم ندادند. در شرک اکبر پیامبر به کسی عذر ندادند. و اینچنین معاذ ابن جبل گفتیم این روایت ضعیف است و به شرک اکبر واقع نشدند. جواب ما چی است؟ جواب ما این است که بارک الله فیکم، صحابگان از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط سؤال کردند، از رسول الله فقط طلب کردند، سخنشون مجردی طلب بود و یک مشابهت به مشرکین بود، نه اینکه عین شرک. کارشون شرک نبود، این سؤالشون شرک نبود، این یک تشبیه به بگویم قوم یهود به مانند قوم موسی علیه السلام بود. یعنی سؤال کردن صحابگان از رسول الله صلی الله علیه و سلم که به ما یک درخت را قرار بدید، مانند به سؤالی بنی اسرائیل از موسی علیه السلام بود که طلبی اتخاذ اله من دون الله کردند، نه اینکه مثلش. زیرا که اونها سؤالشون شرک اکبر به ما یک اله قرار ده بود، قوم موسی. اما قوم محمد صلی الله علیه و سلم بگویم این صحابگان رضی الله عنهم شرک اکبر را سؤال نکردند، بلکه غایتی از همه درجه بالاترینی که در اینجا حادثه شد این شرک اصغر است. زیرا که صحابگان در اینجا اعتقادی نفع و ضر را از خود درخت نگفتند، بلکه از الله میدانند. فقط گفتند که همین درخت یک سبب شود. سبب گرفتن یک درخت یا یک چیزی دیگری در برکه یا که کشایش و سبب گرفتن، البته که این شرک اصغر است. حالا که همین شرک اصغر رو هم انجام ندادند، بلکه سوال کردند که ای پیامبر به ما اجازت میدهی همین چیز رو یا نمیدهی؟ آیا سوال کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین چیز رو این شرک اکبر می شود یا شرک اصغر می شود؟ نه. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم سخت جواب دادند اما حکم نگذاشتند، به خاطر اینکه صحابگان شرک اصغر را اجازت پرسیدند. همون طایفه حدیث ابو وقد لیثی غایت معنایش از همه بالاترین معنای سختش همین است که شرک اصغر را اجازت پرسیدند. یعنی گفتند که پیامبر به ما اجازت دهید یک درختی رو که ما یعنی همون رو سبب قرار دهیم، نه اینکه خودش رو طلب کنیم، خودش رو فایده دهنده و ضرر دهنده بگیم، بلکه فایده دهنده ضرر دهنده الله است، نه ذات درخت، بلکه سبب برای برکت شود. سبب گرفتن یک چیز این شرکی اصغر است، نه شرک اکبر. پس این مدخلی های این ببینید این جماعت شرک اکبر و اصغر رو جدا کرده نمیتونن، این خوبسا جدا کرده نمیتونن. شرک اکبر چی است و شرک اصغر چی است؟ و بعد از این حکم میگویند.
و اهل سنت رو، اهل توحید رو خوارج تکفیری، علمای اهل سنت رو خوارج تکفیری و طاغوت ها رو امام به مانند این پادشاه‌های دموکراتی رو امام میگویند به خودشون، ولی الامر میگن، و مشرکین رو برادر میسابند و اتیست ها رو برادر میسابند. پس اینها نفهمیدن که شریعت چی است، حقیقت چی است. بارک الله فیکم. اما پیامبر صلی الله علیه و سخت جواب دادند و سؤال این صحابگان را به مانند سؤال بنی بگویم اسرائیل کردند. تشبیه کردن معناش نیست که فعل صحابگان مثل عیناً همون فعل یهودی که در قوم موسی کرده است، این چنین نه، بلکه فقط مانند در سؤال مانند شد، نه در خود همون فعل. چه خیلی که ببینید این چنین تشبیه ها در حدیث و در سخنهای رسول الله صلی الله علیه و بسیار آمده است. پیامبر صلی الله علیه و عرق خور، عرق نوش رو مانند میکنند به عبادت کننده وثن. بارک الله فیکم. چه خیلی که امام ابن ماجه روایت کرده اند و احمد هم در مسندشون روایت کردند و در سلسله صحیح آمده است. حدیثی صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگند شارب مدمن الخمر كعبد الوثن، یعنی مدمن خمر، کسی که به عرق خوردن داده شده است، مدمن شده است، به مانندی عبادت کننده وثن است. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم مدمن شراب رو مانند به مشرک کردند. آیا ما گفته میتونیم که کسی که عرق خور است، عرق رو بسیار می نوشد، به عرق مدمن شده است، این مشرک است گفته میتونیم؟ نه، بلکه در اینجا تشبیه در این باب است که کسی که عرق نوش شده است از عرق خودش رو جدا کرده نمیتواند، به مانند یک مشرکی که خودش رو از شرک جدا کرده نمیتواند. هر دوش یک حکم رو نمیگیرد، اینش گناه کبیر است، اینش شرک اکبر است. و به مانند سخن علی رضی الله عنه که وقتی که دیدن که انسان ها شطرنج بازی میکنند، شطرنج بازی کرده است، ما امروز شахمت میگیم، حضرت علی گفتند که ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، این چی نشست است که در نزد این هیکل ها شما نشست میکنید؟ یعنی به شرک مانند کردن. اما شахمت بازی این شرک اکبر نیست، بلکه این یک تشبیه است من باب زجر. از همین جهت امامان اهل سنت و الجماعت در زیر این آیت گفتند، بگویم در زیر این حدیثی که از ابو واقد لیثی روایت شده است، گفتند به مانند امام شوکانی رحمه الله که گفتند هذا وعید شدید، این سخن رسول الله که گفتند این سؤال شما ای صحابگان به مانند سؤال قوم یهود از موسی است، این یک وعید شدید است، این یک سخن سخت است، و تهدید ما علیه مزید، و تهدید اون چیزی که زیاد است، لأن عابد الوثن اشد الكافرین کفرا، زیرا که عبادت کردن وثن بینوت سختتر از كفر الذكر، فالتشبيه لفعل هذه المعصية بفعل عابد الوثن من عزل المباغلة والزجر. البته سخن امام شوکانی این چنین به شرح فعل سخن علی رضی الله عنه است، یعنی سخن علی رضی الله عنه بینوت سخن سخت است نسبت کسانی که شطرنج میبازند که مانند کردن به عبادت کردن غیر الله است، اما در حکم هر دوش برابر نیست. این مبالغه در انکار همین گناه است. پس بارک الله فیکم، ما باید یقینا بدونیم که این صحابگان رضی الله عنهم از پیامبر صلی الله علیه و سلم شرک اکبر رو طلب نکردند. یعنی نگفتند که پیامبر به ما اجازه بدید یک درخت رو که ما از خودی درخت طلب کنیم، این خیلی سخن نگفتند. یعنی این صحابگان طلب شرک اکبر نکردند که ما بگیم که اراده شرک اکبر کردند یا به شرک اکبر واقع شدند. نه نه نه، والله این خیلی عمل ناآمده است. خیلی که ابن تیمیه رحمه الله میگند، امام شاطبی میگند، ابن القیم الجوزی میگند، محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگند، بلکه میگند این قوم طلب کردند که یک درخت داشته باشند که سلاح‌هایشان را به این درخت آویزان کنند و از الله طلب کنند که به واسطه همین درخت الله به اونها برکت بدهد و نصرت بدهد. یعنی این درخت سبب است.
از خودی درخت طلب نمی کردند یا که طلب کردن رو نمی خواستند. ما باید دو مسئله رو فرقش رو دانیم. کسی که از خودی درخت طلب میکند و میگوید که ای درخت به من نصرت بده، کمک بده، یا که اعتقاد میکند که همین درخت نصرت میدهد، کمک میدهد، برکه میدهد، این شرک اکبر است. هر کسی که این کار رو میکند مشرک است. و یک کسی دیگری که فرق دیگری که میگوید که کمک کننده الله هست، نصرت دهنده الله هست، برکت دهنده الله هست، لیکن این درخت سبب است برای کمک و نصرت و برکت. این شرک اصغر است. هر کسی که از خود درخت طلب میکند برکت رو و نصرت رو و اعتقاد میکند که همچین است، این شرک اکبر است، زیرا عبادت رو به غیر الله انجام داده شده است و یک عملی که غیر از الله هیچ کسی قادر نیست به غیر الله نسبت داده شده است. اما طلب کردن قدرت و قوت از الله به واسطه بگویم و درخت رو سبب گذاشتن این یک بدعت است و این شرک اصغر است. این به مانند کسی است که یگانه الله را عبادت می کند اما در نزد قبر. مثلا یک انسان موحد است، قبر پرست نیست، قبر را عبادت کردن و شرک اکبر می داند، اما اعتقاد می کند که در نزد قبر الله را عبادت کردن یا که در نزد قبر یگانه الله را دعا کردن این ثوابش زیادتر است. این انسان شرک اکبر رو کرد یا اصغر رو؟ البته شرک اصغر است، زیرا که قبر رو عبادت نکرد. قبر رو عبادت کردن رو شرک اکبر میداند، اما در نزد قبر الله رو دعا کردن رو ثواب میداند. پس این چی است؟ بدعت است و این شرک اصغر است. خودش موحد است، به الله شرک اکبر رو انجام نداد، مبتدی است، شرک اصغر رو انجام داد. زیرا که یک مکان رو فضل داد که به همین فضل دادنش حجت نیست، از پیش خودش یک مکان تبرکی رو انجام داد. و ابن تیمیه رحمه الله هم در زیر این حدیث گفتند ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنوات فقال بعض الناس، زمانی که مشرک‌ها یک درخت داشتند که سلاح‌هایشون رو به اون آویزان می‌کردند و این درخت رو ذات انوات می‌نامیدند، بعضی از این مردم هم به رسول الله گفتند، یعنی انسان‌هایی که نو مسلمان شدند، بعضی از اونها به رسول الله گفتند که ای رسول الله به ما هم یک درختی رو قرار بدهید که بگوییم سلاحمان رو آویزان بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و گفتند الله اکبر، گفتید همان سخنی رو که قوم موسی گفته بود که به ما الهی رو قرار بده چگونه که آنها اله دارند، یعنی مشرک‌ها اله دارند. و در دوامش ابن تیمیه رحمه الله میگن که فانکر النبی صلی الله علیه و سلم مجرد مشابهتهم للکفر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مجردی مشابهت کردن این صحابگان به کفر رو رد کردن. ببینید مجرد مشابهت گفته شدن. ابن تیمیه این عملی صحابگان رو کفر نگفته شدن بلکه مجرد مشابهت. پس این عملی صحابگان از منکرات است، از محرمات است، از بدعت و شرک اصغر است، از کفر اکبر یا شرک اکبر نیست. از باب کفر اکبر یا شرک اکبر گفته نمیشد بلکه از باب منکرات و محرمات است. این از باب تشبیه کردن به کفار است، مشابهت به کفار است. و ابن تیمیه میگن که رسول الله صلی الله علیه و آله این کار کردن مجرد، فقط همین مجردی تشبیه کردنشون به کفار در اتخاذ شجره، در گرفتن یک درختی که در نزدش اعتکاف بکنند، بنشینند و سلاحشون رو آویزان بکنند. فکیف بما هو اعظم من ذلك من مشابهه من المشرکین او هو الشرك بعینه. و چگونه می شود، در دوامش سخن ابن تیمیه رو خوب دقت بین، و چگونه می شود از این بزرگترش که این مشابهت کردن به مشرکین یا که خود عین شرک به عینش است. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط مشابهت کردن به مشرکین رو در سوال کردن، همین در نمود سوال کردن هم به مشرکین مانند نکنید گویان به نیت سخت جواب دادن. ابن تیمیه میگن که چی می شود اگر رسول الله فقط به یک نمود مشابهت، به یک منکرات سخت اینقدر جواب داده باشند، کسی که به شرک اکبر واقع شود، شرک اکبر رو عینش رو انجام دهد، چگونه به او جواب میدهد؟
البته شدید تکفیر میکنند. در دوامش ابن تیمیه میگن که فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشریعة ذلك، هر کسی که قصد کند یک بقعه رو، یک مکانی رو و امید خیر بکند به قصد کردنش، یعنی یک جایی رو قصد کند به خاطر زیارت کردن و چیزی از همونجا امید خیر بکند، در حالتی که شریعت این رو اجازه نداده و این رو مستحب نگفته است، فهو من المنکرات، این یک منکر است، زیرا که تبرک گرفتن یک جایی که الله اجازه نداده است. و بعضه اشد من بعض، و بعضی از این منکر از بعضش دیده سخت‌تر و شدیدتر است. سواء كانت البقعه شجره، فرق ندارد که این بقعه، جایی که انسان مبارک قرار میگیرد، درخت باشد یا که چشمه باشد، عین ماء او قناة جاریه او جبلا او مغاره، یا یک کوه باشد، یک غار باشد. اینجا رو یک جای مبارک قرار دادن سببی تیز قبول شدن دعا، یا که بگویم سببی ثواب زیاد شدنش کسی که میگوید، یا سببی برکت شدنش میگوید، البته که این یکی از منکرات است. یا که به خاطر قصد نماز میرود، میگن و سواء قصدها لیصلی عندها، فرق ندارد، یا که به خاطر نماز خواندن به همونجا میشد، او لیدعو عندها، یا که به خاطر دعا کردن میشد، او لیقرأ عندها، یا که به خاطر قرائت قرآن میرد، او لیذکر الله سبحانه و تعالی عندها، یا که به خاطر ذکر الله اینجا میرد، او لینتسک عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادات التي لم يشرع تخصيص ذلك البقعة بها لا عينا ولا نوعا. با این چیز که تخصیص میتید همون مکان رو به نوع از یگون نمود عبادت در حالتی که شریعت اجازه نداده است. این رو چی میگه؟ منکرات میگه. یعنی فعل صحابگان هم از در همین جو کسانی که از رسول الله یک درخت رو به ما قرار بدید گفتن از شرک اکبر و کفر اکبر نیست، بلکه این یک منکر است، یک محرم است، بدعت است و شرک اصغر اگر کنن شرک اصغر میشد، اما نکردند. اما بعد از نهی رسول اکرم صلی الله علیه و آله اگر انجام میدادند، خیلی که محمد ابن عبدالله میگن کافر میشدن، زیرا که پیامبر بیان کردن، لیکن اونها بعد از این اگر انجام بدن. بارک الله فیکم. سخن ابن تیمیه رو میتونید شما نظر بکنید به کتاب اقتضاء صراط المستقیم از آن ابن تیمیه، مجله دوم، صفحه 157 و 158 همین حدیث رو رحمه الله شرح دادند. امروز به مانند اینکه کسانی که به حج میروند از جهلایی که از عامه انسان ها، از عامه مسلمان ها هستند، از سبب جهل نمیفهمند، میروند به غار حرا، غاری که پیامبر صلی الله علیه و آله در همون غار پیش از پیامبر شدن عبادت میکردند و اولین آیت در همونجا اقرا بسم ربک الذی خلق نازل شده است. میروند در همونجا نماز میخوانند و نماز را یگانه به الله میخوانند، اما فکر میکنند که در همونجا نماز خواندن یعنی ثواب دارد، یا که دعا میکنند، فکر میکنند که در اینجا دعا کردن عبادت است. ما میگیم این منکر است. این مکان رو تبرک قرار دادن و سببی قبول شدن دعا یا برکت گفتن، یگان شریعت حجت برای ما بیان نکرده است و از شریعت حجت نیست. پس این کار شما جایز نیست، بدعت است، محرم است. یا به غار ثور میروند، یا که در زمان عمر ابن الخطاب رضی الله عنه بعضی از صحابگان و مسلمان ها چیکار میکردند؟ بگیم بعضی از مسلمان ها به همون زیر درختی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با 1400 نفر از صحابگان بیعت کرده بودند، بیعت رضوان، در زیر یک درخت، به زیر همون درخت رفته همون زیر درخت رو تبرک میگرفتند، فکر میکردند که در همونجا دعا کردن، نماز خواندن ثوابش زیاد است، در حالتی که یگان حجت نیست. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه رفتن همین درخت رو نابود کردند، ریشه‌اش رو هم کوفتند و پرتافتند، همین جا رو تکیز کردند، راست کردند و اجازه ندادند که کسی این کار رو کند، به خاطر حمایت توحید. ببینید، اما این شرک اکبر نبود، البته که این یک بدعت و شرک اصغر است. حاصل سخن ما چی است؟ صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب شرک اکبر نکردند، بلکه فقط طلب کردن مجرد مشابهت کردن رو و گفتند اجل نزتنوات، چگونه ای که بنی اسرائیل گفتند که به ما الهی قرار بدید. و بارک الله فیکم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به نهایت شدید به این صحابگان جواب دادند و اینها را برحذر قرار دادند، بیم دادند، ترسانیدند، سخت گرفتند. اما نگفتند که
اینها به شرک اکبر واقع شدن، عذر داده میشد به سبب جهل. نه، این چنین سخنی نبود. پس بارک الله فیکم، این بود عاقبتی این حدیث و شبهه این مردم. امام شاطبی رحمه الله چه که در کتاب اعتصام مجله دوم صفحه 246 دست میگن قلنا یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات فقال قلتم كما قال بنو اسرائیل اجعل لنا الها. یعنی وقتی که صحابگان گفتن که رسول الله به ما یک درخت رو قرار بده، پیامبر صلی الله علیه و آله به این مردم گفتن که شما سخن کردید، گفتید چگونه که بنو اسرائیل به موسی گفته بود که به ما یک اله رو قرار بده. در دوامش امام شاطبی گفتن که فإن اتخاذ ذات انوات يشبه اتخاذ الاله من دون الله لا انه هو نفسه فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه. یعنی گرفتن ذات و انوات مشابهت دارد، مانند است به گرفتن اله بجز الله، به غیر الله، اما این هر دوش یک چیز نیست، برابر نیست. عبادت کردن غیر الله و گرفتن یک درخت ذات انواتی که صحابگان از پیامبر پرسیدند هر دوش برابر نیست، زیرا که یک شرک اصغر است، یک شرک اکبر است. از همین جهت هر دوش رو ما نباید برابر کنیم میگن. بارک الله فیکم. و سخن ابن تیمیه رحمه الله هم فهمیدید که در سخنشون این عمل رو، عملی صحابگان رو یک بدعت و غیر مکفر نامیده و بیان کرده اند که این یگان حجت برای عذر بالجهل نمیشد. بالاخره سخن همین است که این حدیث یگان حجت برای عذر بالجهل نیست، یگان حجت برای عذر بالجهل نمیشد. پس فهمیده می شود که نه حدیثی مردی که خودش رو به سوزانیدن وصیت کرد بعد از مرگش، نه حدیثی معاذ بن جبل که ضعیف است و حجت نمیشد، و نه این حدیث ابو وقد لیثی این ذات و انوات یگان حجت مدخلی ها برای عذر بالجهل ندارد. از کجا این سخن رو میگه؟ پس مشرک جاهل مسلمان است، جهل عذر است، از کجا میگه؟ از هوای هوس خودش میگه. برای همین میگیم که دین اینها دین ساخته هوای خودشون است. اینها هوای نفسشون رو میپرستن. اینها دفاع کنندگان مشرکین و طاغوت ها اینا از خودشون دین ساختن. بارک الله فیکم. پس این بود جواب یک شبهه بزرگی مدخلی ها. وقتی که این شبههشون نابود میشود، اینها دیگر یگان شبهه یگان قوی ندارند. اگر همین شبهه ها رو شما فهمیده باشید و این شبهه های بیان کرده ما رو قبلی رو و این شبهه رو خوب آموزید، بدونید که مدخلی ها دیگر یگان حجت قوی برای جهل عذر بودنش در شرک اکبر ندارند. به همین الله اکبر اینا شکست خوردند، نابود شدند، هیچ حجتی ندارند و باقی مانده کارشون فقط خیانت، بریدن سخن علما، بازی کردن و دروغ گفتن و تهمت بستن است. دیگر چیزی اینو ندارند. بارک الله فیکم. الله خیرشون کنه.